أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، در جلسه قبل که خدمت شما بزرگواران بودم مطالبی را درباره فضیلت و ارزش و تأثیر حج در خدمت شما بیان کردم. اما یکی از اساسی ترین مسائلی که در باب عبادات مطرح هست و در هر عبادتی این مطلب مورد بحث و بررسی قرار گرفته، شروط وجوب عبادت هست که در چه شرایطی و بر چه انسانهایی این عبادت فرض می شود. هیچ عبادتی از این شرایط مستثنا نیست، اهم از نماز و روزه و زکات و حج و همچنین عبادات دیگر. و قبل از هر عبادتی این مورد بحث قرار می گیرد که این عبادت با این کیفیت و در این زمان و مکان بر چه انسانهایی واجب هست، یا به تعبیر دیگر شروط وجوب حج چیست؟ چه کسانی باید حج بکنند و اگر حج نکردند مؤاخذه می شوند و گناهکار محسوب می شوند؟ این شرایط در شریعت اسلامی برگرفته از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و مشروحاً بیان شده. یکی از اساسی ترین شرایط وجوب عبادت اسلام هست، یعنی این که انسان باید مسلمان باشد تا این که به عنوان یک عبادت نماز و زکات و روزه و حج بر اون واجب و فرض بگردند. پس بنابراین اساسی ترین شرط در این زمینه مسلمان بودن هست، زیرا که مخاطبان اصلی شریعت اسلامی و مخاطبان اصلی رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی هستند که به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان دارند. گرچه از نظر اصولی مطلبی هست که آیا کافران مخاطب به فروع اسلام هستند یا خیر، اما به عنوان یک عبادت فقط مسلمانان مورد خطاب الله متعال هستند و برای وجوب هر عبادتی اسلام شرط اساسی هست و فرضاً هم اگر یک کافر یک عبادت اسلامی را با این کیفیتی که در شریعت اسلامی تدوین شده با همین کیفیت انجام بدهد، این به عنوان یک عبادت و یک قربت از اون پذیرفته نخواهد شد، زیرا که همان گونه که اسلام شرط وجوب هست برای حج و عبادات دیگر، شرط صحت عبادت هم هست.
و دومین شرط وجوب حج عقل هست، یعنی این که انسان مسلمان از نظر عقلی باید سالم و تندرست باشد، دیوانه و مجنون نباشد، زیرا که انسانی که دیوانه هست، مجنون هست، مورد خطاب الله متعال قرار نمیگیرد و بالفرض اگر ما تصور هم بکنیم که مخاطب الله متعال هستند، انسان مجنون نمیتواند خطاب الله متعال را درک بکند و بفهمد. بدین خاطر هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. 3 نفر مؤاخذه نخواهند شد و مرفوع القلم هستند. انسانی که در خواب هست و تا زمانی که بیدار نشده مرفوع القلم محسوب می شود، و همچنین کودکی که به سن بلوغ و تکلیف نرسیده باشد. و عن المجنون حتی یفیق، و همچنین انسان دیوانه و مجنون تا زمانی که افاقه نکرده و به هوش نیامده مرفوع القلم محسوب می شود. این دومین شرط هست. و سومین شرط وجوب حج بلوغ هست. تا زمانی که انسان بالغ نشده باشد نه نماز بر او فرض هست و نه روزه و همچنین حج هم بر اون فرض نیست. در باب زکات در این زمینه فقها اختلاف نظر و دیدگاه دارند، اما درباره حج بالاتفاق همه معتقدند که تا زمانی که کودک به بلوغ نرسیده باشد حج بر آن واجب و فرض نیست. البته اگر یک کودکی یا نونهالی قبل از رسیدن به سن بلوغ حج بکند پذیرفته خواهد شد و در این زمینه مثاب هست و پاداشش را خواهد دید، منتها به عنوان حج اسلام بر اون لازم نیست و به عنوان فریضه حج از اون پذیرفته نمی شود. بدین معنی که هر وقت که این نونهال و کودک به سن بلوغ برسد باید یک بار دیگر حج فرضی را ادا بکند. در روایتی هست از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که ایشان میگوید یک زنی در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کودکی را بلند کرد در ملأ عام که مردم ببینند و رسول الله صلی الله علیه و سلم اون کودک را مشاهده فرمودند. این زن سوال کرد که یا رسول الله الهذا حج، آیا این کودک حجی دارد؟ آیا می شود که بجای این کودک و برای این کودک حج کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نعم ولک اجر، بله حج از این کودک هم درست هست و پاداشش هم مال شماست. یعنی اگر کودکی در شعائر اسلامی همراه با والدین شرکت بکند حجش صحیح است و پذیرفته خواهد شد، منتها به عنوان حج اسلام و حج فرض الهی از او پذیرفته نیست و بعد از بلوغ باید دوباره حج بکند. و در روایت صریح‌تری در این زمینه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من حج و هو صغیر ثم بلغ فعليه حجة اخرى. این روایت در صحیح ابن خزیمه هست. هر کسی که در زمان کودکی و نونهالی حج بکند و بعد از آن به بلوغ برسد فعليه حجة اخرى، یک حج دیگر بر او لازم هست. یعنی این که حجی که در زمان کودکی و قبل از بلوغ انجام داده به عنوان حج اسلام، به عنوان رکن دین مبین اسلام از او پذیرفته نخواهد شد. پس بنابراین این 3 تا از شروط حج هستند. 4مین شرط وجوب حج
حریت و آزادگی هست، یعنی این که انسان برده نباشد که الحمدلله امروزه برده‌ای وجود ندارد. و شرط پنجم استطاعت هست، یعنی این که انسان مسلمان توانایی رفتن به حج را داشته باشد. و استطاعت از نظر فقه اسلامی یعنی این که انسان دارای 3 مطلب و 3 گزینه باشد. اگر انسان مسلمانی این 3 مورد را و این 3 شرط را داشت، پس بنابراین مستطیع و توانمند محسوب می شود. اولین شرطش صحت بدن هست، یعنی این که انسان مسلمان اهم از این که هم مسلمان هست، هم عاقل هست و هم بالغ هست، اضافه بر این که باید آزاده باشد و بعد از آن باید مستطیع باشد، استطاعت داشته باشد. استطاعت یعنی این که از نظر جسمانی انسان باید سالم باشد، قدرت رفتن به حج را داشته باشد و هم این که ملکیتی را داشته باشد، مال و سرمایه‌ای را برای هزینه ذهاب و ایاب خودش و برای خرج زندگی اهل و عیال خودش داشته باشد. این دومین شرط هست. سومی این که راه هم باید امن باشد، یعنی این که شما مطمئن باشید که می توانید به حج بروید، راه کاملا باز هست، جان شما در خطر نمی افتد، تأشیره و ویزایی به شما خواهد رسید. با این 3 گزینه اگر واقعا وجود داشت، پس بنابراین شما مستطیع هستید، یعنی توانمند هستید و حج بر شما فرض می گردد. هم صحت و توانمندی و هم مالک بودن خرج سفر و هزینه زندگی اهل و اولاد. واقعا رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه تأکید کردند و فرمودند کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. برای گناهکار بودن همین اندازه کافی هست که شما اهل و عیال خودتان را خرج و هزینه زندگی ندهید. پس بنابراین مفهوم استطاعت یعنی این که انسان از نظر جسمانی و از نظر مادی و از نظر امنی این قدرت را داشته باشد و این توانایی را داشته باشد که به حج برود. و ششمین شرط فرضیت و وجوب حج مخصوص خانم ها هست و زنان که حتما باید محرم داشته باشند. اگر یک خانمی مسلمان هست، عاقل هست، بالغ هست، آزاده هست، توانایی حج را با شرایطی که من عرض کردم دارد، منتها محرمی ندارد، کسی نیست، نه پدری، نه برادری، نه شوهری، کسی نیست که همراه با اون برود و حج بکند، از نظر شرعی حج بر چنین زنی فرض نیست. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم. زن مسلمان اجازه ندارد که بدون محرم به سفر برود، ولا این که این سفر حج باشد. منتها اگر فرضاً یک زنی همراه با یک کاروانی با مجموعی از زنان به حج رفت، حجش پذیرفته می شود، حجش قبول هست و این فرضیت حج از عهده‌اش ساقط می شود. اما به صورت ابتدایی ما این حکم را نمی گوییم که این انسان و این زن بر اون حج فرض هست و باید حج بکند و اگر حج نکرد گناهکار محسوب می شود. خیر، اگر محرم دارد پس بنابراین حج بر اون فرض می شود، اما اگر محرمی ندارد حج بر اون فرض نیست. اما اگر این حج را انجام داد، یک مخالفت شرعی انجام داد، گناهی را انجام داد، بدون محرم به سفر رفت، البته حجش قابل قبول هست و به عنوان حج فرضی و حج اسلام از اون پذیرفته خواهد شد. تا برنامه دیگر و مطالبی در این زمینه تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا
أسلموا، وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعلو الوجوه وتسلم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا، لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوا